آقای آخوندی سوال بسیار روشن هست. شما استدلال میکنید که چون علی زیاد آدم کشته، سید علی خامنه‌ای به پیروی از ایشون آدم میکشد. بفرمایید علی چقدر آدم کشته و خامنه‌ای چقدر آدم کشته؟ یا قابل مقایسه هست؟ خب سید علی خامنه‌ای هم همین آل علی حساب میشه دیگه، اولاد علی. شما آقای عزیزم من میگم ایشون آقای آخوندی ببین آقای آخوندی آقای هاشمی یک روزی شما رو هم دستگیر میکنیم، میکشیم، محاکمتون میکنیم، تو هلاکتون میکنیم. خب روش پیامبر محمد و علی و اولادشون همینه که مردم رو بکشن و به خاطر همین وقت بوده که نگذاشتن اینها خلیفه بشن و به کسای دیگه رو آوردن، گفتن اینا بد اخلاقن. امتحان خدا همینجور بود، بس که به شیطان گفتش که بیا به آدم سجده کن. یعنی پس شما میگید، پس خلاصه سخن شما آقای آخوندی الان آقای آخوندی از برام میگفتن ما از علی بزرگتریم، ما عمری عبادت و جهاد کردیم، علی بچه از 30 سال از ما. آقای آخوندی حالا پراکنده اون حرف پراکنده است آقای آخوندی. پس شما یک بار دیگه دوست دارم این جمله تکرار بکنید. پس شما آقای آخوندی پس شما میفرمایید که ماها هم باید کشته بشیم به خاطر اینکه علی آدم کش بوده و سید علی خامنه‌ای به پیروی از علی رضی الله تعالی عنه ما رو هم باید به قتل برسونه. یک چیزی گفتی هاشمی ترشابی، من متوجه نشدم. گفتم آقای قزوینی شما رو هفته پیش تهدید نمی‌کرد که آقای ترشابی خدمتی نمیدونم هاشمی یه روزی شما رو دستگیر می‌کنیم میاریم تو ایران محاکمه می‌کنیم. خب به نظر شما این سخن خود آقای قزوینی است یا سخن آیت الله خامنه‌ای و در واقع آیت الله ناصر مکارم شیرازی و مراجع تقلید هست که این گونه دستور قتل صادر می‌کنن؟ خب شما اگه بخواید کافر به ولایت علی باقی بمانید و بر همین جهود خودتون باقی بمانید، چه دلیلی داره بر نکشتن